استاد یک دو سوال داریم. یکم سوال همی که از جو خسته با دو دست سلام کردن من آمادگی است در این مسئله؟ من تا جایی که میدونم نه. امام بخاری میگن که وصافح عبدالله بن المبارک بکلتا یدیه. در بعض نسخه ها پدر امام بخاری محمد ابن اسماعیل، پدرشان اسماعیل ابن ابراهیم، با عبدالله ابن مبارک با دو دست سلامت کرد. یعنی عادتی تاجیکا هست، یعنی پدرم با عبدالله ابن مبارک با دو دست سلامت کرد. در بعضی نسخه ها و صافح عبدالله ابن مبارک بکلتا یده. عبدالله ابن مبارک شاگرد امام ابو حنیفه، استاد امام بخاری، میگن که عبدالله ابن مبارک خودش با دو دستش سلامت کرد. یعنی این یگان نهی نمیدونم که با دو دست سلامت کردن ممنوع باشد، ولی این به عادت حواله کرده میشه. مثلا اگر یک دست سلامت کردن بی آدابی باشد، دو دست، اصلا دست چپ برای نجاست است، برای مثلا استنجا هم کنید با دست چپ میکنید، خوردن باشد با دست راست. این تعلیمات کافرها هست. در باغچه ها هم به کودکان تعلیم دهد که با یک دست مثلا قاشق میگیری، با یک دست ویلکه میگیری، این نادرست است. بله با کارد مثلا با دست چپ بریدن اجازت است، لیکن خوردن یا مثلا تعلیم میده هم به کودکان که با دست راست مثلا طعام میگیری، با دست چپ شراب میگیری. نه، این تعلیمات نادرست است. باید با دست راست خورید، با دست راست نوشید. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه با دست راست خورید، با دست راست نوشید و با دست راست و با دست چپ نخورید و ننوشید، چون شیطان ها با دست چپ می نوشند و میخورند. گفتم یعنی تعلیمات ها غلط است. بله ما هم داشتیم در شهر ما هم خیلی آدما به دامله ها از جا نخیز، به پدر از جا نخیز میگفتن. همین گپه در یک جای نشستش میگفت است به یک 14 نفر هم نفرانش میگفت است که اگر یگان کس بیاد از جا نخیزید ممکن نمیگفت است. ناگاه اوچاسکوای آمده است، اوچاسکوای نچندلیک میلیسه هم نه، اوچاسکوای آمده است. حضرت جان گفته اجاش دویده خیست است. شیخ الاسلام ابن تیمیه بعضی عالم های بزرگ چند وقت مثلا ندیدن، ناگاه دیده مونن از جاشون دویده میخستی. در کتاب ها هست، چشم های کلانتر شده خوانن کتاب. یعنی خیلی از پیامبر صلی الله علیه و آله بیا نمیخزید از جاتون، دویده میخزید. و در دیگر حدیث ها قوموا لسیدکم، وقتی که سعد بن معاذ در جنگ بنی قریظه، اون کس در جنگ احزاب دستشان جدا شده بود، فقط پوستش مانده بود و استخوان جدا شده بود، گوشتاش جدا شده بود، دست حضرت سعد بن معاذ. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که در مسجد خیمه زنید، یعنی تبابت در مسجد گیرد تا اینکه من عیادت کردنم آسان شود. گفتم ما اینه درباره مسجد و وظیفه های مسجد در یک صحبتمون وسیع‌تر گفته بودیم. خلاصه سعد بن معاذ بیمار بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به بنی قریظه رفتن، بنی قریظه یک قبیله یهودی‌ها که خیانت کردند به پیامبر صلی الله علیه و آله، عهد داشتن که دشمن اسقفا راه نمیدهند. اینا همسایه مدینه بودند، دشمن اسقفا راه نمیدهند، عهد داشتن و آرامانه در مدینه زندگی میکرد. عهد شکستن. وقتی که عهد شکست حکمش قتل است. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله هر کس یگان کس نماز عصر نخواند مگر هم در بنی قریظه میخواند. وقتی که به بنی قریظه آمدن، اینا گفتن که به ما سعد بن معاذ حکم کند، محمد حکم نکند، سعد بن معاذ حکم کند. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن باشد. سعد بن معاذ فرستانه یک آدم رفته خرقتی سعد بن معاذ به بنی قریظه آورده، آدمی بیماره. بعد گفتن که در حق بنی قریظه حکم کن. بعد گفت که تمام آنهایی که به بلاغت رسیدن از مردها سرش از تنش جدا کرده شود، کودک هایی که به بلاغت نرسیدن و زنها همچون اسیر گرفته شود. گفت حکم کرد. یهودا حیله‌گری کردن، گفتن اگر حکم محمد انی قتل است. گفتن سعد بن معاذ کمتر، یعنی در زمان پیش از اسلام دوستی داشتن، شناسایی داشتن، شاید یگان سبوکی میکند. اگر سبوکی هم نکرد، حکم قتل هم که داد، یعنی به این هم حکم ما قتل است، بگذار به ما سعد بن معاذ حکم کند. گفتن وقتی که سعد بن معاذ چنین حکم کردن، بعد پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن که لقد حکمت
یا اینکه لقد قضیت بقضاء الله من فوق 7 سماوات، در حقیقت عیناً حکم الله تعالی را از بالای 7 قبض آسمان حکم کردی. یعنی سعد ابن معاذ حکمی که کرد ثنا گفتن پیامبر عیناً حکم الله تعالی را حکم کردی گفتن. لیکن پیش از اومدن سعد، وقتی که سعد از دور نمایان شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که قوموا لسیدکم، برای سیدی قوم از جا خیزید گفتن. سعد ابن معاذ سیدی قوم بود، کلان قوم، آدمی با آبرو بود. بنابراین از روی احترام اصلا یگان گناه نیست یگان آدمی بزرگ، یگان قاری قرآن، یگان موی سفید پیرانسال یا بابایتان یا پدرتان یا عمکتان تقایتان شما در خانه نشستید از در آمد از جا خیزید، یگان گناه نیست.